درس داده‌کاوی رو داریم. منبع اصلی درسمون کتاب دیتا ماینینگ کانسپتس اند تکنیکس نویسنده آقای هان هست که کتاب 4مین ادیشنش در سال 2022 اومده. ما قبلا از روی ادیشن 3 درس میدادیم که حالا نسخه انگلیسی کتاب رو میتونید دانلود کنید و نسخه فارسیش رو ترجمهش رو تا جایی که من دیدم مربوط به نسخه 3 هست و فکر نمی کنم هنوز ترجمه نسخه 4 اومده باشه. آیه مهدی اسماعیلی این رو ترجمه کردن. انتشارات نیاز دانش. همین کتاب رو هم بگیرید خوب هست، هرچند خب ساختار فصل ها تغییر کرده. صفحه ندارید. الان دارید صفحه رو. بله کلاس ضبط میشه. این مرجع اول رو توضیح دادم براتون. بقیه دوستانم تصویر ندارند. الان چی؟ بله. خب مرجع اول و حالا مرجع اصلیمون رو براتون گفتم. مرجع دیگه هم که داریم کتاب دیتا ماینینگ کانسپت مدلز متدز اند الگوریتم هست که این هم نسخه انگلیسیش هست. بعضی وقتها برای بعضی از مثال‌ها و تمرین‌ها به این کتاب مراجعه می‌کنیم. کتاب Learning Data Mining with Python هم کتاب کوچیکی هست که چند تا پروژه برنامه نویسی دیتا ماینینگ با پایتون رو اونجا می‌بینیم. درسمون درس خیلی قشنگی هست. درس میتونیم بگیم بروزی هست، در واقع روش‌های سنتی که توی یادگیری از طریق داده یا بگیم یادگیری ماشین هست رو ما داریم اینجا می‌بینیم. برای کسایی که علاقه‌مند هستن به این حوزه‌ها درس جالبی هست، جذابی هست. مباحثی که خواهیم پرداخت به اول خب یک معرفی می‌کنیم داده‌کاوی رو که اصلا درسمون چی هست، قراره چی یاد بگیریم. بعد مشخصه دیگه، پس قراره که از روی داده یه سری داده‌کاویه، قراره از روی داده یک مواردی استخراج بشه، قراره داده تحلیل بشه. برای اینکه بخواد این داده تحلیل بشه و اون الگوهای مد نظرمون استخراج بشه، یه سری گام‌های پیش پردازشی باید روی داده انجام بشه، داده آماده بشه برای اون استخراج الگو که راجع به این موارد صحبت خواهیم کرد و بعد صحبت می‌کنیم راجع به این که حالا چه الگوهایی رو میتونیم از داده استخراج کنیم، چه مواردی رو ما میتونیم از داده یاد بگیریم که توی 3 فصل تحلیل الگوهای مکرر و قوانین انجمنی، دسته‌بندی یا کلاسیفیکیشن، هوشه‌بندی یا کلاسترینگ به اینها میپردازیم.
و غیر از اون راجع به پایگاه داده تحلیلی و اولپ صحبت میکنیم. توی درس دیتابیس پایگاه داده رو دیدید، پایگاه داده اصطلاحاً تراکنشی بهش میگن، اونی که اونجا دیدید. اینجا پایگاه داده تحلیلی یا دیتا ورهاوس یا انبار داده رو میبینیم که پایگاه داده‌ای هست که مورد استفاده مدیران قرار میگیره و حالا سیستم های توصیه گر رو هم توی مباحث درسمون داریم. انشاءالله اگر فرصت بشه مبانی سیستم های توصیه گر رو هم بهتون خواهیم گفت. سیستم هایی که میان پیشنهاد میدن به صورت شخصی، بر اساس علایق شخصی کاربر میان یک محصول یا خدمتی رو بهش پیشنهاد میدن. اینها رو هم توی این درس انشاءالله پوشش خواهیم داد. ارزیابیمون بر اساس این ملاک ها هست. امتحان میان ترم رو داریم 6 نمره که حالا انشاءالله جلسه بعد تاریخش رو مشخص میکنیم. امتحان پایان ترم رو داریم 8 نمره و پروژه رو داریم 4 نمره، تمرین 2 نمره و فعالیت مثبت کلاسی که تقریبا همتون دیگه با من کلاس داشتید و میدونید که منظورم از فعالیت مثبت کلاسی چی هست. این رو هم من حالا از فایل سرفصل ها کپی کردم و آوردم که خب یه توضیح دادم راجع بهش، بد نیست اینم ببینیم. درس داده کاوی روش هایی رو برای کاوش داده ها و کشف دانش از داده ها ارائه میده. بعد از بررسی معماری و مسائل داده کاوی، این درس به روش های آماده سازی داده ها، کاوش قوانین رابطه ای، رگرسیون، دسته‌بندی و هوشه‌بندی میپردازه. اهداف اصلیش درک الگوریتم ها و تکنیک های داده کاوی هست، توسعه برنامه های داده کاوی به وسیله ابزارهای موجود داده کاوی و زبانهای برنامه نویسی، یادگیری تحلیل و مصورسازی نتایج داده کاوی که برای ابزارها و زبان برنامه نویسی پیشنهاد ما پایتون هست. اگر کسی زبان دیگه رو بلد هست مسلطه، مشکلی نداره، اما خب الان میدونیم که در واقع بهترین زبان برای کارهای داده کاوی میشه گفت پایتونه و توصیه میشه. اگر پایتون رو بلد نیستید مبانی اولیه شیوه برنامه نویسیش رو باش یاد بگیرید که توی این درس بخواید پروژه انجام بدید، تمرینات پیاده سازی داشته باشید، بتونید پیاده سازی ها رو انجام بدید. این هم همون مباحث خب عنوان هایی هست که داریم توی درس که من براتون گفتم. اگر راجع به این کلیات سوالی دارید بگید، اگر نه بریم و درس رو شروع کنیم. فصل ها رو هم من یه مقدار جابجا میگم نسبت به اونی که توی کتاب هست که دیدید توی عنوان ها هم که میخواستم بگم مثلا اولپ رو بردم آخر که بتونیم پروژه رو در واقع براتون زودتر تعریف کنیم. ما تا ساعت 10 کلاس رو ادامه میدیم، حالا چون بعضیاتون ممکنه 10 کلاس داشته باشید یه ذره شروع کنیم مبانی رو بگیم و یه استارتی زده باشیم درس رو. خب فصل یکمون مقدمه هست که اصلا چرا داده کاوی چیه، چه داده هایی میتونیم داشته باشیم، چه الگوهایی رو میتونیم استخراج کنیم و چه فناوری هایی استفاده میشه، موضوعات عمده در داده کاوی چی هست. چرا داده کاوی؟ در واقع داده کاوی در مورد به دلیل رشد انفجاری داده به وجود اومد. الان برگرد نگاه کنیم به خیلی از کسب و کارهایی که وجود دارن، به خیلی از مواردی که هست، به خیلی از خدماتی که داره ارائه میشه، به خیلی از محصولاتی که داره تولید میشه.
اکثرشون خب دیتای زیادی دارن، دیتای مربوط به خرید و فروش هایی که انجام شده، مثلا دیتای مربوط به خدمتی که ارائه شده. خیلی از موارد دیگه حسگرهای سنسورهای مختلفی که وجود داره در کاربردهای مختلف در جاهای مختلف، اینها همه دیتا تولید میکنه و این دیتا جمع آوری شده، یعنی حجم زیادی از داده وجود داره. با مبحث پایگاه داده خب آشنا هستیم، پایگاه داده رابطه‌ای یا پایگاه داده های غیر رابطه‌ای، رابطه‌ای زیادی رو داریم میبینیم با هدف اینکه دیتا رو جمع آوری کنند. حالا این دیتای زیادی که جمع آوری شده خودش باعث شده که این مسئله به وجود بیاد که ما از این دیتا چه استفاده‌ای میتونیم بکنیم. اگر ما میایم اطلاعات مربوط به انتخاب واحد، ثبت نام، مسائل رفاهی دانشجوها رو تو سامانه گلستان میایم و ذخیره میکنیم، اینها رو خب غیر از این که ازش بتونیم استنباط کنیم که استخراج کنیم که مثلا این دانشجو چند تا واحد برداشته، این دانشجو مشروط شده نشده و مسائل این شکلی، یعنی غیر از مواردی که خودمون به صورت مستقیم دادیم به اون دیتابیس که ذخیره کنه، غیر از اون موارد چه چیزهایی دیگه ای رو میتونیم ازش استخراج کنیم؟ چه مواردی رو میتونیم استخراج کنیم مثلا که به تصمیم گیری مدیران کمک کنه، چه مواردی رو میتونیم استخراج کنیم که به تصمیم گیری بهتر کارشناسان کمک کنه. در واقع رشد انفجاری داده زیادی که بوده که به خاطر اینکه کم کم راحت شده جمع آوری داده، در دسترس بوده داده، به خاطر اینها ایجاد شده با استفاده از ابزارهای جمع‌آوری خودکار، با استفاده از سیستم‌های پایگاه داده‌های زیادی که توی وب داریم و در کل جامعه کامپیوتری شده و دیجیتال شده حاوی دیتای خیلی زیادی هست. یکم داده ها رو بهش نگاه بندازیم. این داده ها در کجا هست؟ توی کسب و کارهای مختلف، توی وب، تجارت الکترونیک، تراکنش ها، سهام، توی بورس، توی نمیدونم اطلاعات هواشناسی، توی علوم مختلف، حسگرها، سنسورهای مختلفی که وجود داره در جای مختلف، بیوانفورماتیک، شبیه سازی های علمی که انجام میشه تو مراکز پژوهشی، توی شرکت ها و سازمان های مختلف، حاوی دیتای خیلی خیلی زیادی هست و توی جامعه، توی شبکه‌های اجتماعی، اخبار، دوربین های دیجیتال، اینها همه حاوی دیتا هست. پس ما داریم در داده ها غرق میشیم، اما قحطی دانش هست و چون نیاز مادر اختراع هست و نیاز بوده به تحلیل این داده ها و اینجا بوده که داده کاوی به وجود اومده. من کامنت شما رو در مورد پروژه دیدم آیه سالس‌زاده، جلسه بعد راجع بهش صحبت کنیم که این جلسه که بتونیم توی این چند دقیقه یه ذره بحث درس رو جلو ببریم. خب یه نگاهی به تاریخچه بندازیم. در سال 1960 دیتابیس ها ایجاد شدن، سیستم های IMS اینها مطرح شدند. سال 1970 مدل داده رابطه‌ای مطرح شد و پایگاه داده رابطه‌ای به شکلی که توی دیتابیس دیدیم در واقع شروعش از 1970 بود. RDBMS ها 1980 بهتر توسعه پیدا کردن، تکامل پیدا کردن و دیتا مدل های دیگه هم مطرح شدن مثل شیگرا و دیتابیس های خاص اپلیکیشن های خاصی، مثلا دیتابیس های مکانی، دیتابیس هایی که تمرکز دارند روی مکان، دیتابیس های زمانی، دیتابیس های مربوط به کارهای مختلف مهندسی، اینها هم ایجاد شدن. و بعد که این در واقع زیربنایی که لازم هست برای جمع‌آوری داده، برای ذخیره سازی داده ایجاد شد، اون موقع مطرح شد که خب از این داده چه استفاده های دیگه ای میشه کرد و در سال 1990 بحث دیتا ماینینگ مطرح شد و حالا باز بحث های پیشرفته تری توی
دیتابیس، بحث دیتا ورهاوسینگ که راجع بهش صحبت خواهیم کرد، دیتابیس های مالتی مدیا و وب دیتابیس ها مطرح شد و در سال 2000 استریم دیتا منیجمنت و ماینینگ، استریم دیتا ماینینگ مطرح شد. استریم دیتا یعنی چی؟ استریم دیتا یا جویبار داده هم ترجمه میشه، یعنی داده‌ای که داره به مرور زمان تولید میشه و به مرور زمان بر حجمش اضافه میشه. مثل چی؟ میتونید چند تا مثال بزنید از استریم دیتا؟ مثل دیتایی که داریم از سنسورهای مختلف دریافت میکنیم. الان مثلا توی خیلی از نیروگاه‌ها سنسورهای مختلفی وجود داره، سنسورهای دما، رطوبت و موارد دیگه از این دست. خب اینها تو هر لحظه داره دیتا تولید میکنه و ما این دیتا رو میخوایم ماینش کنیم، این دیتا رو میخوایم تحلیلش کنیم و خب چالشی که داره این هست که این دیتا هی داره به مرور زمان به حجمش اضافه میشه. چه دیتایی رو دور بریزیم، چی رو دور نریزیم، از چی استفاده کنیم، اینها از چالش هاش هست. و حالا کاربردهای مختلف دیتا ماینینگ مطرح شد. در سال 2000 تکنولوژی وب پیشرفت کرد، GIS ها به وجود اومد. این به عنوان یک تاریخچه که یک نگاهی داشته باشیم که چه اتفاقی در افتاد، چه سیری طی شد تا رسید به داده‌کاوی. منظورمون از داده‌کاوی چیه؟ داده‌کاوی یعنی کشف الگوهای جالب و دانش از میان حجم انبوهی از داده‌ها. پس حجم زیادی از داده‌ها داریم. از روی این حجم زیاد داده‌ها می‌خوایم بیایم و الگوهای جالب یا دانش رو استخراج کنیم. الگوی جالب هم که میگیم interesting pattern یا الگوی جالب الگویی هست که غیر بدیهی باشه، ضمنی باشه، از قبل ناشناخته باشه و بالقوه مفید باشه. یعنی اگر یک دیتایی داریم، با نگاه کردن بهش میتونیم یک رفتاری رو توی اون دیتا تشخیص بدیم، این الگوی جالب نیست. این نیاز به داده‌کاوی نداره. اما نه، یه وقت هست که ما یک رفتاری توی دیتا خیلی واضح نیست، خیلی بدیهی نیست، از قبل نمیشناسیمش، اما با استفاده از فرایند داده‌کاوی به این میرسیم. این رو بهش میگیم الگوی جالب. پس هدفمون از داده‌کاوی این هست که الگوهای جالبی که در دیتا وجود داره رو کشف کنیم که به داده‌کاوی کشف دانش از داده هم میگن knowledge discovery from data یا KDD. بعضیا میگن داده‌کاوی یعنی کشف دانش از داده و بعضی ها میگن داده‌کاوی یک گامی هست از KDD، یعنی در فرایند کشف دانش از داده یک گامی وجود داره که اون گام رو بهش میگن داده‌کاوی. با این روی کرد نگاه کنیم، حالا ببینیم که KDD توش چه اتفاقی میفته. یعنی وقتی ما خواهیم از یک سری داده یک دانشی رو استخراج کنیم چه اتفاقی میفته. خب ببینید داده که میگیم بچه‌ها، داده اون خب داده خامی هست که ذخیره شده داریم. میدونیم امروز دمای هوا اینقدر درجه هست، دیروز دمای هوا اینقدر بوده، فردا دمای هوا اینقدر هست مثلا. این داده ای هست که داریم. خب اما یه وقت هست که این داده رو تحلیل میکنیم، ازش میرسیم به یک مفهوم سطح بالاتری که در عمل میتونیم ازش استفاده کنیم. این رو بهش میگیم دانش. حالا من تعریف دقیق نکردم ولی یک توضیح کلی در این زمینه بهتون دادم. حالا وقتی ما میخوایم KDD رو انجام بدیم، یعنی کشف دانش از دامنه رو انجام بدیم، اولین کاری که انجام میدیم این هست که کشف دانش از دیتا انجام بدیم. اولین کاری که انجام میدیم اینه که دانش دامنمون رو
بشناسیم. یعنی چی؟ یعنی یه ذره ما باید اطلاعات کسب کنیم راجع به اون محیطی که دیتا در موردش وجود داره، راجع به اون دیتایی که وجود داره. ما خب مهندس کامپیوتریم، اما دیتای ما ممکنه دیتای مربوط به آب و هوا باشه، دیتای مربوط به یه سری آزمایش علمی باشه، دیتای مربوط به روانشناسی باشه، دیتای مربوط به کاربردهای مختلفی باشه، مربوط به حوزه‌های مختلف باشه. اون حوزه دیگر رو بهش میگیم دامنه و باید راجع به اون هم حتما یه سری اطلاعات کسب کنیم که شناخت بهتری داشته باشیم از دیتامون و مجموعه داده ی هدف رو مشخص کنیم، داده‌مون رو انتخاب کنیم. گاهی وقتها خب کلی داده داریم تو خیلی از کاربردها، اما همه اون داده مرتبط نیست با اون هدفی که ما داریم. اون رو هم باید بتونیم انتخاب کنیم. بعد میایم دیتا رو پردازش کنیم. این پردازش اول باید دیتامون رو آماده کنیم توی این گام ها تا بتونیم فرایند داده‌کاوی رو روش اجرا کنیم، تا بتونیم الگوها رو ازش استخراج کنیم. یعنی داده‌ای که به ما داده میشه، داده‌ای که ذخیره شده، لزوما داده آماده‌ای نیست و این گام‌ها خیلی گام‌های اتفاقاً مهمی هستند برای اینکه داده‌کاویمون درست انجام بشه. این گام‌ها هست که داده‌مون رو با کیفیت میکنه که خروجی داده‌کاویمون خروجی درستی باشه. اگر نه یک الگوریتم داده‌کاوی با یک دیتای بی‌کیفیت، با یک دیتای اشتباه، خروجی اشتباهی رو تولید کنه. حالا چه مراحلی میتونه انجام بشه؟ میتونه داده‌های نویزیمون، داده‌های خطادارمون حذف بشه، داده‌های ناسازگار حذف بشه. گاهی اوقات داده هامون تو منابع داده‌ای مختلف هست. یعنی میرید توی شرکتی یا سازمانی میخواد یک دانش خوبی رو داشته باشه از دیتاش، اما مثلا دیتای مربوط به خرید و فروشش توی یک سیستم هست، توی یه پایگاه داده هست. دیتای مربوط به مثلا سنسورهای مختلفی که داره که به هر حال مرتبط هست نهایتاً با اون خرید و فروشش توی یک سامانه دیگه هست. فرمت های داده ایشون هم ممکنه متفاوت باشه. یکی ممکنه دیتابیس باشه، یکی ممکنه یه دیتابیس باشه، یکی ممکنه حتی یه فایل اکسل باشه. اینها باید با همدیگه ترکیب بشه و داده هایی که مرتبط هست با اون مسئله مورد نظرمون انتخاب بشه. گاهی اوقات باید داده هامون تبدیلاتی روش انجام بشه که من اینا رو دارم سریع میگذرم، راجع به همه اینها مفصل صحبت خواهیم کرد. پس دادمون اصطلاحاً میگیم دادمون کلین بشه، دادمون تمیز بشه، دادمون با کیفیت بشه تا بتونیم الگوریتم های داده کاوی رو روش اجرا کنیم. بعد حالا روش های داده کاوی رو روش اجرا میکنیم که باز مفصل راجع بهش صحبت میکنیم برای اینکه الگومون رو استخراج کنیم. وقتی الگو رو استخراج کردیم خب باید الگومون رو بتونیم ارزیابی کنیم، بگیم چقدر این الگویی که استخراج شد الگوی خوبی هست و نمایشش بدیم با استفاده از تکنیک‌های دیداری یا بصری به کاربر و نهایتاً هم هدف این هست که از اون دانش به دست اومده استفاده کنیم. حالا اینجا ما داریم داده‌کاوی رو به عنوان یک گام از فرایند KDD می‌بینیم. البته که ما خیلی وقتها توی این گام‌های پیش پردازشی هم توی پالایش داده، یک پارچه سازی داده، انتخاب داده یا تبدیل داده هم داده‌کاوی داریم که باز راجع به این هم صحبت خواهیم کرد. یعنی ممکنه برای اینکه دیتای مناسب رو انتخاب کنیم با استفاده از یه الگوریتم داده‌کاوی این کار رو انجام بدیم. این هم داره شماتیک همین مواردی که گفتیم رو نشون میده. دیتابیسمون یه سری دیتا داریم، دیتامون میتونه تو فایل های مختلف باشه، میتونه توی فایل فلت باشه، توی یه دیتابیس حالا رابطه‌ای یا غیر رابطه‌ای باشه. اینها رو کلین میکنیم، تمیزش میکنیم و انتخاب میکنیم، تبدیل انجام میدیم. گاهی اوقات اینا رو میبریم توی دیتا ورهاوس یا انبار داده که راجع بهش توضیح خواهیم داد و بعد کاوش میکنیم و الگوها رو استخراج میکنیم و ارزیابی میکنیم الگوهامون رو و نهایتاً دانشمون استخراج میشه.
حالا چه داده های کاوش میشه؟ داده هامون میتونه داده های پایگاه داده باشه، میتونه داده های انبار داده باشه، داده های تراکنشی باشه که تراکنش هایی که انجام شده توش ذخیره شده، داده های زمانی باشه، داده‌هایی که داره میگه توی این زمان این اتفاق افتاده، زمان بعدی این اتفاق. داده هایی باشه که توالی زمانی یا داده‌ای که توالی براشون مهم هست، یعنی ترتیب اهمیت داره. بعضی داده ها این شکلی نیست، اما مثلا وقتی شما میخواید از اطلاعات یه سری بیمار، از فشار خون، قند خون، نمیدونم نتیجه آزمایش های مختلفش، به این برسید که این بیمار این بیماری A رو داره یا B رو داره. خب اینجا توالی اهمیت نداره. ولی این وقت هست نه، دیتامون دیتای زمانه، توالی اهمیت داره. داریم میگیم امروز زمان اینقدره، امروز قیمت سهام اینقدر بود، دیروز اینقدر، پریروز اینقدر، و یه توالی رو داریم که بر اساس این توالی میخوایم پیش بینی کنیم فردا قیمت چقدر خواهد بود. داده های جریانی یا استریم دیتا رو داریم، داده های مکان محور رو داریم، داده های مربوط به طراحی مهندسی رو داریم، داده های متنی رو داریم، تصویر، صوت، داده های مختلفی میتونه توی فرایند داده کاوی مورد کاوش قرار بگیره. اما توی این درس ما در واقع به داده های خاص‌تر و پیشرفته‌تر نمیپردازیم. ما یه دادهمون یا یه داده جدولی هست شبیه داده‌ای که توی پایگاه داده رابطه ای دیدید، یا دادهمون داده تراکنشی هست، یعنی داده های مربوط به یک تراکنش که باز راجع بهش صحبت میکنیم. موارد دیگه داده های خب زمانی، مکانی، متن، اینها بحث های خودش رو میطلبه و بحث های پیشرفته تر هست. اینجا ما مسائل بیسیک داده کاوی رو مطرح میکنیم. پس این یه همچین داده هایی رو ما به عنوان ورودیمون داریم، کاوش میکنیم. مثلا توی یک جدول گفتم، مثلا توی جدول داریم هر سطری اطلاعات یه بیماره و هر ستونی داره نشون میده که اون بیمار چه ویژگی هایی داشته، مثلا سنش چی بوده، فشار خونش چی بوده، قدش چی بوده و غیره. این میشه دیتای جدولی ما که قراره از روی این دیتا یه سری الگو رو استخراج کنیم یا الگوهای مکرر داشته باشیم رو استخراج کنیم. الگوهای مکرر خب مشخصه، کلمه مکرر یعنی پرتکرار، الگویی که به صورت پرتکرار در داده اتفاق افتاده. اما این الگوهایی که استخراج میکنیم چه الگوهایی هستند؟ یا مربوط به دسته‌بندی و رگرسیون هست، یا خوشه‌بندی، یا تحلیل داده‌های پرت. ما فکر نمی‌کنم بتونیم بحث الگوها رو پیش ببریم چون ساعتم 10 شد. همینجا نگه داریم و جلسه بعد راجع به اینکه چه الگوهایی رو کاوش می‌کنیم توی داده کاوی براتون صحبت می‌کنیم.